سلام، خوش اومدین به چنلم. من اتی تارانم و امروز میخوام درباره یکی از مهمترین موضوعات قانون جذب باهاتون صحبت کنم. اینکه چجوری ذهنمون رو برای جذب ثروت و فراوانی آماده کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. در واقع اصلی ترین و راحت ترین کار برای جذب ثروت یا هر خواسته دیگه‌ای که داریم همین برنامه ذهن و ضمیر ناخودآگاهه. حالا چجوری؟ آموزشی که امروز میدم بهتون بر اساس تحقیقات علمی دکتر جو دیسپنزا، همایش‌های کوین ترودور، ناپلئون هیل و بقیه اساتید دیگه و البته تجربه‌های شخصی خودم توی این زمینه است. و امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه که قدم بزرگی در جهت رسیدن به خواسته هاتون بردارید. خب گفتیم برنامه‌ریزی ذهن و ضمیر ناخودآگاه. اولین چیزی که مهمه نگرش و فکر ماست. فکر و نگرش ماست که رفتار دنیا نسبت به ما رو میسازه. اینکه چطوری دنیامون و محیط بیرونیمون شکل میگیره همه بسته به فکر و نگرش خودمونه. مثلا اگه یه نفر نگرشش یادگیری باشه و دوست داشته باشه که یاد بگیره، پس یاد میگیره. اگه یه نفر نگرشش پول درآوردن باشه، پس پول در میاره. و یا حتی اگه یه نفر نگرشش شکست باشه، از همون اول شکست میخوره. زندگی ما رو همین نگرش ها رقم میزنه. بزرگترین چیزی که انسان تا به حال کشف کرده اینه که میتونه با تغییر نگرشش و تغییر فکرش دنیاشو و محیط بیرونیش رو به راحتی تغییر بده. اول از همه باید درک کنیم که نگرش ما چیه. نگرش ما به خودمون و به دنیای اطرافمون، به دیگران، به کارمون، به زندگیمون و به آینده و خواسته هایی که داریم چیه؟ چون همین نگرش ماست که دنیای بیرونمون رو خلق میکنه. مثل وقتی که فکر میکنیم یه کاری رو نمیتونیم انجام بدیم یا به خوبی از پسش برنمیایم، واقعا ممکنه توی اون کار شکست بخوریم. همین تغییر نگرش هاست که میتونه برنامه ذهنتون رو مدیریت بکنه. با تغییر نگرش میشه تمامی مسائل رو مدیریت کنین، برنامه‌ریزی کنین، تنظیم کنین و اونطوری که خودتون میخواین و اونطوری که در جهت رسیدن به خواستهاتون هست انجام بدین. این تغییر فکر و نگرش نیاز به تمرین و یادگیری داره و فکر ما روز به روز باید تعلیم داده بشه. چیزی نیستش که یهویی صورت بگیره، ولی راحت ترین کار در رسیدن به موفقیت یا اون خواسته و هدفی که داریم همینه که نگرشتون رو در راستای اون هدف قرار بدید. یاد بگیرید که ذهنتون رو تعلیم و تغییر بدین که فقط چیزای خوب رو بخواد. ارنایتین میگه که زندگی و محیط اطراف ما آینه نگرش ماست. دکتر جو دیسپنزا ثابت کرد که مغز ما بین یه تجربه واقعی و یه تجربه تخیلی که فقط داریم بهش فکر میکنیم تفاوتی قائل نمیشه. در واقع وقتی شما به یه چیز جدید دارین فکر میکنین، شبکه‌های عصبی جدیدی توی مغزتون ایجاد میشن و این یعنی با تفکر هدفمند میتونین مغزتون و ذهنتون و ضمیر ناخودآگاهتون رو برای جذب ثروت و خواستتون برنامه‌ریزی بکنید. نکته کلیدی اینه که هر بار که یه فکر رو تکرار میکنین، اون مسیر عصبی قوی تر میشه و اونجاست که وارد ناخودآگاهتون میشه و این همون چیزیه که ما بهش برنامه ذهن میگیم. خب حالا چجوری همین برنامه ذهنمون رو بازسازی بکنیم؟ اولین قدم اینه که باید باورهای منفی و محدود کننده خودمون رو درباره پول یا هر خواسته دیگه‌ای که داریم شناسایی بکنیم. مثل اینکه مثلا من لیاقت پول رو ندارم، یا افراد ثروتمند بد اخلاقن، یا اینکه پول ریشه همه بدیاست. این باورهای منفی رو شناسایی بکنیم و روی کاغذ بنویسیمشون. بعد از اینکه این باورهای منفی و محدود کننده خودتون درباره پول رو نوشتین، باید اونا رو با باورهای جدید و مثبت جایگزین بکنید و هر روز اونا رو تکرار بکنید. این باورهای مثبت جدید رو انقدر باید تکرار کنید تا اونا وارد ضمیر ناخودآگاهتون بشن و به این فکر کنید که اگر همین الان
اون مقدار ثروتی که مد نظرتونه رو داشتین و همین حالا اون فرد ثروتمند بودین، چی کار میکردین؟ چجوری رفتار میکردین؟ چجوری صحبت میکردین؟ چجوری راه میرفتین و چجوری زندگی میکردین؟ باید طوری رفتار کنید، صحبت کنید و زندگی کنید که انگار به اون موفقیت و ثروت رسیدین و از نتایج بی‌نظیرش شگفت زده میشین. در واقع این احساسات ماست که عمل ما رو به حرکت در میاره و این حرکت ماست که احساساتمون رو تحت تاثیر قرار میده. به این احساسات و نگرشات درباره خود ثروتمندتون فکر بکنید و در طی روز انقدر این افکار رو تکرار بکنید تا وارد ضمیر ناخودآگاهتون بشن. کوین یه جمله کلیدی داره که میگه شما اون چیزی میشید که همیشه در حال فکر کردن بهش هستید و شما همین الان اون چیزی هستید که همین حالا در حال فکر کردن بهش هستید. اینو باور کنید که افکار ماست که شرایط رو برای ما به وجود میاره و قدم بعدی برای تغییر زندگی اینه که باید نسخه قدیمی خودتون رو رها بکنید و باورهای محدود کنندتون رو کنار بذارید. مثل یک فرد ثروتمند فکر رو احساس کنید و حتی قبل از اینکه اون ثروت رو داشته باشید حرکتتون، احساستون و حتی نگرش و فکرتون مثل یک فرد ثروتمند باشه. تصور کنید خودتون رو که توی اون موقعیت قرار دارین و به اون ثروت یا خواسته‌ای که مد نظرتون هست رسیدین. این تجسم باید با اون احساس مربوط به اون تجربه همراه باشه، یعنی اون ذوق و شوقی که شما بعد از رسیدن به اون ثروت یا خواستتون دارین باید اون رو احساس کنید. این تصور باید با جزئیات همراه باشه و هر چقدر این تجسم عمیق‌تر باشه تأثیر بیشتری داره. مثلا میتونین بوش رو حس کنین، میتونین اون حس شادی، رضایت و خوشحالی رو در وجودتون تصور بکنید و واقعاً حس کنید که به اون خواسته رسیدین. یه سری افراد هستن که قدرت تجسم و تخیل خیلی خوبی دارن و به راحتی میتونن خودشون رو توی اون موقعیت تصور بکنن. من در شروع این مسیر خودم قدرت تجسم خلاقم خیلی ضعیف بود، ولی با تمرین و تکرار تونستم که اون رو پرورشش بدم و کار خیلی سختی هم نیست. اینه که شما در طی روز 2 تا 3 دقیقه چشماتون رو میبندین و خودتون رو توی اون موقعیت تصور میکنین و به اون احساساتی که بعد از رسیدن به خواستتون دارین فکر میکنین و به مرور همین باعث میشه انقدر شما پیشرفت بکنین توی این مسیر که حتی این کار رو با چشم باز هم انجام بدین. یادتون نره این تصورات و تجسماتتون باید با احساسات مربوط به اون هدف یا خواسته‌ای که دارین هماهنگ باشه. احساس شادی، رضایت، حس آرامش و اون ذوق و شوقی که بعد از رسیدن به خواستتون دارید خیلی مهمه. همه چیز توی این جهان طبق یه سری فرکانس‌های ایجاد میشن. همه چیز در ابتدای فکره و اون فکر در شما یه احساسی رو به وجود میاره و اون احساس یه ارتعاشی رو ایجاد میکنه. اون ارتعاش وقتی تکرار میشه یه فرکانسی رو به وجود میاره. دکتر جو دیسپنزا میگه که هر فرکانسی یه چیزی رو خلق میکنه. شما وقتی فرکانس یه فکری رو دارین اون چیز در واقعیت سه‌بعدی زندگی شما حضور فیزیکی پیدا میکنه. حالا اون میتونه هر چیزی باشه، میتونه ثروت باشه، میتونه ازدواج باشه، رابطه خوب باشه، موفقیت یا یه هدف خاصی باشه یا حتی چیزای غیر مادی باشه. این که ما بتونیم فکرمون رو به فرکانس تبدیل بکنیم کار خیلی راحتیه. اول از همه باید تمام ترس‌ها، نگرانی‌ها و باورهای محدود کنندمون رو کنار بذاریم و اونا رو با باورهای جدید و مثبت و در جهت رسیدن به خواسته هامون جایگزین بکنیم و به سمت مثبت هدایتشون بکنیم. اون هدف یا خواسته‌ای که دارین رو باید با جزئیات بدونید و اون رو روی کاغذ بنویسید. مثلا اگر هدفتون ثروت و پول هستش باید اون مقدار پولی که مد نظرتون هستش رو دقیق بنویسید و این نوشتتون رو هر روز با صدای بلند و احساس قلبی بخونید و باورش داشته باشید
و باورتون باید انقدر محکم و عمیق باشه که انگار همین الان اون رو دارید و خودتون رو توی اون موقعیت تصور کنید و از نظر ذهنی باید باور عمیق نسبت به خواستتون ایجاد کنید و وقتی این باور عمیق رو در خودتون ایجاد کردین اون وارد ضمیر ناخودآگاهتون میشه و هر چیزی که در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت بشه در زندگی واقعیتون حضور فیزیکی پیدا میکنه و نمایان میشه. بعد از اینکه هدفتون یا اون مقدار پولی که میخواین رو مشخص کردین و هر روز براش ارتعاش فرستادین و توی فرکانس اون قرار گرفتین، آگاهی لایتناهی جهان هستی روش‌ها و ایده‌هایی رو پیش روتون قرار میده در جهت رسیدن به اون خواستتون و فرصت‌ها و موقعیت‌های جدیدی رو براتون ایجاد میکنه و این آگاهی شما رو قدم به قدم پیش میبره. باید این ارتعاش ذهنی رو بارها و بارها تکرار بکنید تا توی ناخودآگاهتون ثبت بشه. کوین یه جمله طلایی داره که میگه اگه میخواین توی یه کاری یا چیزی موفق بشین باید یه عادتی رو بارها و بارها تکرار بکنید تا توی اون به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسید. یعنی شما وقتی به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی میرسین به صورت ناخودآگاه اون ارتعاش ذهنی و اون ارتعاش و فرکانس جذب ثروت و خواستتون رو ارسال میکنید. مثل اینکه شما در رانندگی به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی رسیدین و وقتی رانندگی میکنین اصلا متوجه نمیشید که چجوری به مقصد رسیدین و اون مسیر رو طی کردین، چون که 99% افکار ما، اعمالمون و رفتارمون رو ناخودآگاهمون تشکیل میده و اینکه بتونیم یه ناخودآگاه جدید رو در جهت رسیدن به خواسته هامون ایجاد بکنیم باید تکرار و تکرار اون ارتعاشات ذهنی و افکار و نگرشمون رو در طی روز ادامه بدیم تا اون فکر و نگرش توی ناخودآگاهمون ثبت بشه. تمام افراد موفق و ثروتمند تاریخ این موضوع رو میدونستن که چقدر فکرشون و نگرششون و ارتعاشات ذهنیشون در رسیدن به اون خواستشون مهمه و حتی کسایی که این موضوع رو نمیدونستن به صورت ناخودآگاه اون فکر و نگرش رو داشتن. خب الان میخوام چکیده ای از چیزایی که تا الان گفتیم رو به صورت موردی بگم بهتون. اول از همه هدف یا خواستتون رو به صورت جزئی مشخص میکنید. دوم، نگرش ها و افکار و باورهای مثبت و جدید رو جایگزین باورهای محدود کننده و منفی قبلی میکنید. سوم، افکار و رفتارها و ارتعاشات ذهنیتون رو در طی روز اونقدر تکرار میکنید تا در ناخودآگاهتون ثبت بشه و تا لحظه رسیدن به اون خواستتون اون ارتعاش ذهنی رو ادامه میدید. شور و اشتیاق زیاد برای خواستتون داشته باشید و خودتون رو توی اون موقعیت تجسم کنید و تصور کنید که به اون فرد ثروتمند یا موفق تبدیل شدید و مثل همون فرد ثروتمند و موفق رفتار کنید، صحبت کنید و زندگی کنید. توی این مسیر وقتی ذهنتون، نگرشتون و ارتعاشتون در حال تغییره شما یه سری نشونه ها و علائمی رو میبینید، مثل موقعیت ها و فرصت های جدیدی ظاهر میشن، ایده ها یا روش های جدیدی رو پیش روتون میبینید، افراد موفق و ثروتمند جدیدی به زندگیتون جذب میشن، افکار منفیتون درباره پول کمتر میشه و احساس آرامش بیشتری درباره پول پیدا میکنید. یادتون باشه مغز شما مثل یک کامپیوتر میمونه که میتونید مجددا اونو برنامه ریزی بکنید و باورها و نگرش‌های تازه رو در جهت رسیدن به خواسته‌هاتون بهش بدید. باورهای قبلیتون رو فراموش کنید و ضمیر ناخودآگاهتون رو طوری تنظیم کنید و طوری برنامه ریزی بکنید که فقط جذب اون ثروت یا خواسته‌ای که دارین محقق بشه. دکتر جو دیسپنزا میگه ثروت واقعی از درون شروع میشه. وقتی شما ذهنتون رو برای جذب ثروت تغییر میدین و برنامه‌ریزی میکنی، دنیای بیرونتون هم تغییر میکنه. این عبارات تأکیدی که میگم رو هر روز با صدای بلند و احساس کامل تکرار کنید. من مغناطیس قدرتمندی برای جذب ثروت و فراوانی هستم. پول به راحتی و با سرعت زیاد
به سمت من جریان دارد. من لیاقت تمام خوبی‌های زندگی و ثروت و فراوانی را دارم. ذهن من برای ثروت و موفقیت مالی برنامه ریزی شده. من هر روز ثروتمندتر و ثروتمندتر می شدم. این جملات یا نگرش هایی که خودتون دارین رو هر روز به مدت 21 روز تکرار کنید و اون احساس قلبی رو داشته باشید. صبح وقتی از خواب بیدار میشین یا شب قبل از اینکه بخوابین بهترین موقع برای دریافت ضمیر ناخودآگاهتونه. و از همه مهمتر توی زندگیتون قانون شکرگزاری رو داشته باشید. حالا توی ویدیوهای بعدی میخوام از شگفتی‌های شکرگزاری بگم بهتون و در انتهای هر اپیزود یک کتاب بهتون معرفی بکنم. و امروز کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب بخواهید تا به شما داده شود. این کتاب به شما یاد میده که چجوری ضمیر ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی بکنید. واقعا میتونم بگم این کتاب زندگی خیلی‌ها رو تغییر داده. این کتاب به شما یاد میده که چجوری در جهت رسیدن به خواستتون ارتعاشتون و ذهنتون و احساستون رو گسترش بدین. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه که توی مسیر جدیدی قرار بگیرین و خدا رو سپاس بابت این و خیلی خوشحالم که میتونم توی این مسیر براتون مؤثر باشم. کلی انرژی خوب، موفقیت و ثروت رو براتون میفرستم. من اتی تارانم و اگه این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب کنین تا برای ویدیوهای بعدی کنارم باشین. فعلا خداحافظ.